من بچه ها خیلی خوش اومدید به یه ویدیو آموزشی دیگه. تو این ویدیو قرار یه فارم رید خفن بسازیم. البته ساده است، خیلی فارمش ساده است، ولی قرار آموزش این فارم رو بهتون بدم و بتونید بدون اینکه بخواید یه بیلد خدا انجام بدید راحت با یه بیلد کوچولو یه خورده کندکاری کلی توتم به دست بیارید. پس لایک، کامنت، ساب، زنگوله فراموش نشه. بدم بریم. خب بچه همونطور که ببینید این وسایلیه که نیاز داریم. امیدوارم همین وسایل هم بمونه، وسط کاری و به ادامه وسایل نیاز نداشته باشیم. خب ما یه محوطه داریم که 9x9 و به ارتفاع 4 تا بلاک بکنیمش. تا من اینا رو میکنم ادیتور یه حوله میذاره براتون، یه شور. ببین دارم کامنت ها رو میخونم، یکی از یکی گلتر. اصلا ببین یه دونه هیت هم نمیبینم، اینقدر که خوب و با مرام. دامشون گرم، دامشون گرم. با اینکه دارن زیر زندگی پاره میشن ولی بازم ما رو حمایت میکنن. من نوکر همه فنم هستم. به ملاک عشق منی، خدا وکیلی عشق منی. دست یکیتون رو میبوسم. گوش کن ببین چی میگم. تو دنیا مثل فنای من نیست اصلا. خب بچه ها اینم از کندکاری به اتمام رسید و اینم مرکزشه. حالا با مرکز این گودالی که درست کردیم و به 22 تا بلاک بکنیم. این یکیش، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. خب بچه ها اینجا ما نیاز داریم به چست، هاپر و همینطور این خاک. حالا که اومدیم اینجا چستمون اینجا قرار میدیم، هاپرمون هم اینجا. و الان البته این بلاک هم نیاز به سیلتاش نداره، همون درت معمولیه که میتونی با یه دونه بیل تبدیلش کنی به این بلاک و چیز آنچنان خاصی هم نیست. اینم از این قسمت. یه خورده دور شین، 2-3 تا مشعلم من بذارم، بد نمیشه. به هر حال آدم همیشه به نور نیاز داره. و اینجا رو میکنیم و میریم بالا. شب شد. ببین نداره، ما تو شب هم کارمون ادامه میدیم. حالا توی این قسمت ما باید بریم دوباره سراغ چست، این وسیله و این وسیله و این وسیله رو برداریم. چند تا من مشعل اینجا بذارم حداقل نور داشته باشه. بد نیست که نور همیشه خوبه. میایم اینجا یه بلاک، 1، 2. بعدش میایم بالا، این اینجوری، این بعد بعدش اینو میکنی، اینا رو هم وا میکنی و بعد اینجا لاوا میاد. حالا در این حال ما میایم الان نوبت میرسه به چی؟ به گذاشتن آبو میذاریم. وسایل این که جایی که قراره جایگاه ویلیجر هم درست کنیم هم و هم میذاریم. جایگاه ویلیجر هم باید یه خورده ارتفاع بدیم که اگه رویجر خاص کاری بکنه نتونه. خب اینم از اینجا
حالا خودش هم میفته این تو. این هم از محفظه ویلیجر و حالا میمونه تله ها. تلمون چجوریه؟ با این ما میاییم اینجا اینا رو میذاریم و میبندیم. اینا به عنوان تله کار میکنه و باعث میشه مابا پاشون بلغزه قولی خودمون و بیفتن توی اینجا. حالا فارم ما آماده. تنها کاری که نیاز انجام بدیم اینه که بریم یکی از این پیلجر پرچمدارا رو پیدا کنیم بکشیم تا بهمون اینو بده. حالا این لول مکسش من برداشتم، لول های دیگه هم هست. اینو که سر بکشیم حدوداً 30 ثانیه فرصت داریم که خودمون رو برای جنگ آماده کنیم. تو دنیای مایکرافت میشه 30 دقیقه فکر کنم اگه اشتباه نکنم. خب وایتیم ببینیم کار میکنی یا نه. اگه 2 1 خب رید داره شارژ میشه. نوارش ساکت شو. اینم از لشکر اول یا حمله اول هم علمدارشون. اینا میان اینو بزنن شوت میشن پایین. ای. بچه شرمنده وسط ویدیو فارم خراب شد متاسفانه. من حواسم نبود. الان ماوا خیلی راحت میافتم، فقط کافی بود من اینو یه دور ببرم اون برتر. فقط متاسفانه اینا یه خورده به پر دارم. وقتی به پر میکنن همچین اتفاق براشون میفته. حالا بریم اینی که این پایین مونده رو بکشیم ببینیم. رید دوباره شروع شه. ببینیم این بار مشکلی اگه پیش نیاد اوکی. کجا ببینیم این بار از کجا داریم؟ لشکره. برو ببینم. نسودی ها باریکلا. آه بچه ها درست شد. فارممون به خوبی کار میکنه. بفرمایید. اینم به خوبی کار میکنه. درجه 1 امرالدشونم میدن. فقط حواستون باشه شمشیرتون اون این چند اولیه شارپنس رو داشته باشه. و حالا اگه یه وقت دیدید از رید مونده و هیچ کدومشون نیومدن هنوز، شما این زنگو بزنید. اگه الان شانس ما بگیره نمایان کنه. قشنگ نشونتون میده اینا کجا. الان اینا تا چند دقیقه دیگه همشو میریزنیم پایین و این بود دیگه.
اینم از یه فارم رید ساده و درجه 1 عالی فوق‌العاده و راحت میتونید توتم هم بگیرید. الان از سروایولم کنم سروایولم کنم اینا میمیرن. میبینید که هیچ صدمه‌ای هم نمیتونه به من بزنن. و اصل مطلب بفرما توتمش هم داد. اون دوتا کجا موندن؟ رویجره چرا نسوخت؟ آره سروایولم خدایا. آها کار کرد بچه‌ها. رویجره هم سوخت. این آقا هم خودش میفته و من باش میرم پایین و ویدیو تموم میشه. نه شوخی کردم. خب بچه یه خاخه یه خورد شوخیم به این بود که یه خورده باهاتون حرف دارم. همونجور که اینا دارن حمله میکنن و این کودنا میفتن تو تله، خیلی دوست دارم که حمایت کنید و حتی اگه میبینی قبلا این ویدیو رو مثلا یه جا دیگه به یه نحو دیگه دیدی، داداش صورت واقعا کمود بگیر. خدافظ. برو پایین دیگه. داشتم چی میگفتم؟ حواسم پرت شد. اگه این ویدیو یا این آموزش حتی یه جای دیگه هم دیدید، لطفاً یه لایکی بکن. نگاه هم نمی کنی لایکش کن، چون خدایی سیستم آنچنانی دارم، نه میکروفون دارم، نه هدست دارم، نه زیاد برنامه ادیت بلدم. ادیت ها هم خودم میزنم و خیلی خواهشمندم که حتما اگه این آموزش حتی یه ذره بهت کمک کرد لایکش کنید یا یه کامنت بذارید. خیلی ممنون میشم ازتون و تا یه آموزش دیگه و یه ویدیو دیگه. خدافظ.